به نام خدا. امروز اومدیم با آموزش این شش های زیبا که کاربردهای مختلفی داره. در ابتدا نخ رو دور انگشت پیچ میدیم، زیر انگشت وسط میپیچیم، نخ رو میاریم جلو، یا حالت ضربه در ایجاد میشه. با انگشت شست میگیریم، قلاب رو وارد میکنیم، نخ رو بیرون میکشیم و یک زنجیره ایجاد میکنیم. حلقه ماجیک رینگ که تشکیل شد 3 تا زنجیره میزنیم. ارتفاع یک پایه بلند 3 تا زنجیره هست. نخ رو دور قلاب انداخته، وارد حلقه میکنیم، بیرون میکشیم، 2 تا یکی، 2 تا یکی، یک زنجیره میزنیم و 2 تا پایه بلند ما میزنیم. یک زنجیره میزنیم، مجددا 2 تا پایه بلند. در اینجا ما احتیاج داریم به 12 تا پایه بلند که بینشون یک زنجیره هست. خب من 12 تا پایه بلندم رو زدم، نخ رو میکشم و حلقم رو جمع میکنم. حلقه که جمع شد، اول و آخر کارم رو به وسیله بست یا شلال به هم وصل میکنم. رو سر سومین زنجیره میریم و بیرون میکشیم و بست میزنیم. این نخ رو هم در حین بافت توی کارمون پنهان میکنیم. خب در ابتدا ما برای رج دوم 3 تا زنجیره میزنیم. توی همون نقطه‌ای که 3 زنجیره رو زدیم مجدداً یک پایه بلند میزنیم. توی دومین پایه بلند رج قبل هم مجدداً ما 2 تا پایه بلند میزنیم. یک زنجیره میزنیم و درون سومین پایه بلند نیز 2 تا پایه بلند میزنیم. در این رج روی هر پایه بلند رج قبل ما 2 تا پایه بلند داریم. روی چهارمین پایه بلند رج قبل هم 2 تا پایه بلند میزنیم. یک زنجیره، مجددا روی هر پایه 2 تا پایه بلند میزنیم. قسمت هایی هم که رج قبل ما زنجیره زدیم زنجیره داریم. خب من اومدم روی هر پایه بلند رج قبل 2 تا زدم، شد 24 تا. قسمت های زنجیره رو زنجیره داریم. قسمت های بافت رو هم که 2 تا بود رج قبل شد 2 برابر، شد 4 تا دونه پایه بلند. خب اول و آخر کارمون رو به وسیله بست به هم وصل میکنیم. در رج سوم ما افزایش داریم، ولی روی اولین پایه و چهارمین پایه‌مون افزایش داریم. توی این قسمت ها ما 2 تا پایه بلند میزنیم، ولی وسط کار یعنی دومین و سومین پایه‌مون همون تکیه رو انجام میدیم. در رج سوم ما 6 تا پایه بلند داریم. 3 تا زنجیره میزنیم، در همون قسمت یک پایه بلند میزنیم. درون بعدی یک پایه بلند تکی میزنیم. درون سومی نیز همینطور یک پایه بلند تکی. درون چهارمی ما میایم 2 تا پایه بلند میزنیم، یعنی یک 2 تایی. قسمت زنجیره یک زنجیره ما میزنیم. بعدی 2 تا پایه بلند یک جا. بعدی یک پایه بلند تکی. بعدی مجددا یک تکی. قسمت چهارمین پایه یک 2 تایی، یعنی 2 تا پایه بلند رو ما یک جا میزنیم. مجددا یک زنجیره تا آخر. خب ما 36 دونه پایه بلندمون رو زدیم. حالا ابتدا و انتهای کارمون رو به وسیله بست به هم وصل میکنیم. در قسمت رج چهارم هم ما افزایش داریم، ابتدا و انتهای پایه بلندمون. به چه صورت؟ 3 زنجیره رو ما میزنیم. ارتفاع یک پایه بلند 3 زنجیره است. همون قسمت یک پایه بلند دیگه ما میبافیم. این قسمت ها پایه بلند تکی میخوره. اما درون آخرین پایه بلند ما میایم 2 تا پایه بلند میزنیم به این صورت.
قسمت زنجیره یک زنجیره میخوره. ابتدا و انتهای کارمون مجدداً 2 تا پایه بلند ما میزنیم. اینجا افزایش داره. میبافم تا آخر کار. خب در اینجا من اومدم 48 پایم رو زدم. یک زنجیره میزنم. ابتدا و انتهای کارم رو به وسیله بست به هم وصل میکنم. مجدداً 3 زنجیره میزنم. در رج پنجم هم ما ابتدا و انتهای پایه بلندامون افزایش داریم به همون صورتی که قبلا تو رجهای قبل انجام دادیم. 2 تا پایه بلند زدم اینجا، بقیه تکی و آخرین پایه ما 2 تا پایه بلند رو یک جا میزنیم، اجرا میکنیم. در این رج ما دیگه زنجیره نداریم. یک تکی و انتهای کارمون یک دوتایی ما میزنیم بدون اینکه زنجیره بزنیم. وارد پایه بلند بعدی میشیم و 2 تا پایه بلند یک جا رو ما اجرا میکنیم. بقیه تکی این قسمت 2 تا، باز دوباره این قسمت 2 تا، بقیه تکی این قسمت 2 تا، تا آخر ما دیگه در این رج زنجیره نمیزنیم و در آخر به وسیله بست به هم وصل میکنیم و کارمون به پایان میرسه. ما در اینجا قسمت اول 2 تایی داشتیم، 2 تا پایه بلند داشتیم. بعد رج دوم تبدیل شد به 4 پایه بلند، رج سوم تبدیل شد به 6 پایه بلند، رج چهارم تبدیل شد به 8 پایه بلند که در این قسمت ها همشون بینشون زنجیره بود که حفره مانند در اومد. و در رج آخر، رج پنجممون بدونی که زنجیره بزنیم افزایشامون رو داریم و در هر قسمت ما 10 تا پایه بلند داریم. خب من 60 تا دونه پایه بلندم رو زدم. به وسیله بست به هم وصل میکنم ابتدا و انتهای کارم و 6 ضلعی ما کامل شد. نخ رو از درون کار در میاریم و توی کار پنهان میکنیم به این صورت. 6 ضلعی ما آماده است.